گاه بعضی ساعتها یگان نوعی تعام را اگر چین کنیم مثلا 1800 می براید، گاه 3 کیلوگرم می براید، گاه 3 کیلوگرم و 500 می براید اگر چیزی سبک باشد. برای چی؟ برای اینکه این چینک است، این وزن ترازو نیستین. انشاءالله امید میکنیم که اگر کارمندها بعدی نوار را جاگذاری کردن رسمی سارا میگذارند. و ما پیشتر از مدینه منوره از بعضی استادانمون ساعمود گرفته بودیم. البته این با سند داده میشد. سند یعنی استاد ما از استادش، استادشان از استادشان، همین خیلی تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت داشت. ولی اینو میبرید به نزد استا عیناً همین خیلی ساخته میدهد، از تنوکه یا از چوب ساخته میدهد، بعد چین میکند. یعنی که آب میریزد، آب را پر میکند به ساعی کنه و به ساعی نو میریزد. اگر برابر شود، به لبی ساع برابر شود، هر دو ساع یک خیل آب گیرد، یعنی که اجازه داده میشد. و به یک چند داملاهای کلان تاجیکستان هم از این ساع داده بودیم. خلاصه با این ساع پیامبر صلی الله علیه و سلم غسل میکردن، با مودش طهارت میکردن. 4 مود 1 ساع میشود. و در کتاب طهارت، در کتاب روزه، در کتاب زکات کلمه ساع تکرار میشود.